به نام خدا، رستا ریحانی هستم از آکادمی رستا ریحانی. قصد دارم این آیتم رو اختصاص بدم به معرفی یه دستگاه که توی کار کراتین خیلی به درد شما میخوره. ببینید این دستگاه اسمش دستگاه نانو استیم هستش. همونطور که میبینید به این شکل هستش، به شکل حالت گان یا تفنگ رو داره. دارای یه مخزن هستش. شما مخزنش رو از آب پر میکنید. البته نمیتونید از آب شیر استفاده کنید. حتما باید آب جوشیده سرد شده باشه. خب این چی کار میکنه در واقع؟ ببینید این آب جوشیده سرد شده رو تبدیل میکنه به ذرات خیلی خیلی ریز و بعد از طریق این قسمت که اگه اینو به برق بزنیم این 6 تا اشعه در واقع آبی رنگ داره. خب این حالا به درد چی میخوره؟ ببینید پاکسازی عمیق مو میکنه. وقتی که شما مو رو در واقع میشورید و در واقع آماده سازی میکنید برای کار در واقع احیا، حالا یا احیا یا کراتین یا حالا هر چیز دیگه ای، این باعث میشه که وقتی ذرات آب رو به ریزترین ذرات مولکول تبدیل میکنه و بعد به شکل بخار روی مو اسپری میشه، چند تا خاصیت داره. اولا که پاکسازی عمیق مو میکنه، ثانیاً مو رو آماده میکنه برای گرفتن تراپی و در واقع عمر تراپیتون رو بالا میبره. درمان وزی مو میکنه. اگه مو ریزش داشته باشه به خاطر اون اشعه آبی رنگی که داره باعث میشه مو کاملا پاکسازی بشه از تمام باکتری ها و از تمام کثیفی ها و در واقع عمر تراپیتون رو بالا ببره. حالا من خودم تو سالن میام برای کسایی که ریزش مو دارن، برای در واقع بعد از کوتاهی، یعنی حتما لازم نیستش که بیایید شما توی کار تراپی استفاده کنید. شما میتونید کسایی که کوپ انجام میدن این دستگاه رو داشته باشن. اگه موی مشتری ریزش داشت، سر موی مشتری رو در واقع بگیرن توی سرشوب بشورن و داخل این رو پر آب کنن. یه خاصیت دیگه که این دستگاه داره، به درد پلکس تراپی میخوره. یعنی به جای اینکه لایه بیاین مو رو آغشته به پلکس کنید، چون همونطور که میتونید پلکس با آب جوشیده سرد شده در واقع ترکیب میشه دیگه، درسته؟ میتونید داخل این مخزن بریزین و بعد خاصیت پلکستون رو چندین برابر کنید. امیدوارم که این ویدیو آموزشی مورد پسند دوستان واقع شده باشه و شماها رو توی کلاس‌های آموزشیمون ببینیم و در واقع منتظر حضور گرم شما هستیم. نظراتتون رو برام کامنت کنین. اگه سوالی داشتین خوشحال میشم که کمکتون کنم. تا یه ویدیوی دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.